إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وإنك لعلى خلق عظيم. صدق الله العظيم. دوستان و سروران گرامی، الله سبحانه و تعالی به من و شما لطف کرده، احسان کرده و من و شما را بهترین مخلوق و عزیزترین مخلوق خودش آفریده. الله سبحانه و تعالی وقتی که زمین و آسمان رو با این عظمت و بزرگی اون آفریده، این همه موجوداتی که یک عده از آنها در عالم مشاهدات من و شما هست و من و شما اونها رو میبینیم و چه مخلوقات زیادی هست که هنوز بشر نتونسته به اونها دست پیدا بکنه و اونها رو ببینه، همه اینها رو الله سبحانه و تعالی آفرید. اما موقعی که انسان رو آفرید، الله سبحانه و تعالی به خودش آفرین گفت بر این مخلوق زیبایی که او آفریده و بر این مخلوق عزیزی که او آفریده به خودش مرحبا گفت. همین انسان را الله سبحانه و تعالی که جای جای قرآن مجید او رو به عنوان بهترین مخلوق خودش معرفی میکنه: ولقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ولقد کرمنا بنی آدم. همین انسان را الله سبحانه و تعالی جای دیگه میبینیم با عنوان بدترین مخلوق داره معرفی میکنه: اولئک کالانعام. این انسان به جایی میرسه که مرتبه و مقام او به اندازه یک حیوان میرسه، بل هم ازل، گاهی وقتا بدتر از حیوان هم میشه. حالا چه چیزی این انسان رو گاهی وقتا به جای میرسونه که فرشته ها هم دارن به اون رشک میبرن و رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند بنگر که چه حد است مقام آدمیت. گاهی وقتا به جایی میرسه که مثل نبی ما صلی الله علیه و سلم وقتی که به دیدار خداوند میره، جبرئیل امین تا یک حدی میتونه پیغمبر رو همراهی بکنه. بعد از اون میگه محمد صلی الله علیه و سلم جایگاه من همین بود و بیشتر از این من نمیتونم بالا برم. به جایی میرسه که جبرئیل امین هم در مقابل این انسان تعظیم میکنه. همین انسان به جایی هم میرسه که الله سبحانه و تعالی میگه: تبت یدا ابی لهب و تب ما اغنى عنه ماله و ما کسب. حالا چه چیزی این انسان رو گاهی وقتا بالا میبره و گاهی وقتا پایین میاره؟ چه چیزی این انسان رو زیبا میکنه و چه چیزی این انسان رو پلید میکنه؟ چه چیزی این انسان رو عزیز میکنه و چی باعث میشه که این انسان ذلیل بشه؟ آیا فقط صورت انسانی که میتونه انسان رو عزیز بکنه؟ نه، خیلی موجوداتی در روی زمین هستن که صورتشون رو گاهی وقتا من و شما وقتی که میبینیم میگیم یا الله چه قدرتی از تو، چه زیبا آفریدی این مخلوق خودت رو، که نگاه میکنی از لحاظ صورت خیلی به مراتب از انسان زیباتر و قشنگتره.
آیا این صورتی که انسان رو عزیز میکنه که یک تیپ خوبی داشته باشه، یک قیافه خوبی داشته باشه، یه لباس خوبی داشته باشه؟ نه خیر، این سیرتی که انسان رو زیبا میکنه و باطن و درون انسانه که انسان رو زیبا میکنه. این اخلاق نیک انسانه که میتونه انسان رو به جایی برسونه که نبی پاک صلی الله علیه و سلم فرمود سنگین ترین چیز در کارنامه اعمال انسان در روز قیامت خوش اخلاقیه که یک انسان مؤمن با اخلاق زیبای خودش میتونه کارنامه اعمال خودش رو سنگین بکنه. چیزی که امروز با نبود او جامعه ما به چالش کشیده شده، چیزی که امروز با فقدان او انسانیت هر روز داره ذلیل‌تر و پستر و خارتر میشه، چیزی که از روزی که از میان انسان و جامعه بشریت برداشته شده دیگه چیزی به نام انسان باقی نمونده، بلکه به تعبیر مولانای روم رحمت الله علیه فرمود که از دیو و ودد ملولم و انسانم آرزوست. به جایی میرسه که چراغ فانوسی رو به دست خودش میگیره، دور تا دور شهر میگرده شاید بتونه یک انسان پیدا بکنه، شاید بتونه یک انسان پیدا بکنه. مولای روم رحمت الله علیه در اون زمان میگه من گشتم هنوز نتونستم پیدا بکنم این انسانی که مورد نظر منه، و انسانی که با سیرت خوب، و انسانی که با اخلاق نبوی، و انسانی که با سیرت نبوی بتونه جامعه رو متحول بکنه. مولانا روم رحمت الله علیه میفرماید من ندیدم تمام این انسان‌هایی که دور بر خودم میبینم یه عده‌ای هستن که ظاهرشون انسانه اما درونشون از گرگی درنده تر هستن، ظاهر انسان دارن اما باطنشون از انسانیت خبر نیست. چرا؟ چون این انسان اخلاق خودش رو از دست داده. حالا اگه امروز جامعه کفر اخلاق نداشته باشه گلایه‌ای نیست، اما وای بر امت نبی پاک صلی الله علیه و سلم که بهترین الگو و اسوه اخلاقی رو داره اما اخلاق از میان این امت برداشته بشه. نبی ما صلی الله علیه و سلم قبل از اینکه به پیامبری مبعوث بشه دارای اخلاق بود. این نبود که پیامبر ما حالا اومده باشه پیامبر بشه و به پیامبری رسیده باشه و الله سبحانه و تعالی ایشون رو مقام نبوت داده باشه حالا بگیم بله پیامبر به برکت نبوت دارای اخلاق شده. نه خیر، به برکت نبوت اخلاق پیغمبر زیباتر شد، اما نبی ما قبل از اینکه به پیامبری مبعوث بشه حضرت صلی الله علیه و سلم دارای اخلاق بودند. بهش میگفتن محمد امین. امانتهای خودشون رو در نزد نبی پاک صلی الله علیه و سلم می آوردند. سبحان الله. یک روز نبی ما صلی الله علیه و سلم تو بازار مکه داشت قدم میزد، دید که یک پیرزنی، حضرت مولانا زکریا رحمت الله علیه بیان میفرمایند که یک پیرزنی مقداری وسایل داره، نمیتونه این وسایل های خودش رو حمل بکنه، اسباب خودش رو حمل بکنه. حضرت صلی الله علیه و سلم وسایل این پیرزن رو گرفت. یک پیرزن سن او از سن پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم بالاتره، اما نبی ما میبینه این پیرزن عجوزه نمیتونه وسایل خودش رو حمل بکنه. حضرت صلی الله علیه و سلم وسایل این پیرزن رو میگیره. این زن تعجب میکنه، تو این دور زمانه ای که انسانیت به فنا رفته کسی به فکر هم نوع خودش نیست، بشریت به جایی رسیده که هر کسی به فکر خودشه، یه نفر پیدا شده که میخواد کمکم بکنه. پیامبر وسایلشو میگیره، تو مسیر حرکت میکنم، مادر کجا میخوای بری؟ میگه من میخوام برم به خونم. آدرس خونت کجاست؟ فلانجاست. نبی ما صلی الله علیه و سلم رحمت للعالمین این وسایل او رو به کتف و شانه خودش بلند میکنه و تو مسیر حرکت میکنه و میره. زن تو مسیر وقتی که این جوان مردی پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم رو میبینه شروع میکنه به نصیحت کردن. جوان، یه نفری تو مکه
بلند شده و ادعای پیغمبری میکنه، یه جوانی بلند شده و اسمش محمده، ادعای پیغمبری میکنه، خدایان ما رو باطل اعلام کرده و فقط میگه یک خدا رو عبادت بکنی، به دنبال خدای دیگه ای نگردید که وجود نداره. خیلی از جوانها فریب این جوان رو خوردن و به دامش گرفتار شدن. ای جوان مواظب باش که تو به دام این نفر گرفتار نشی. شروع میکنه به نصیحت کردن. نبی پاک صلی الله علیه و سلم وسایلا دستشه و همینطور داره تو مسیر میره، ساکته، هیچی نمیگه. این زنه داره تکرار میکنه. دیدیم گاهی وقتا مادر بزرگا که میخوان نصیحت بکنن، نصیحت‌های خودشونو چند مرتبه تکرار میکنن. با یک چند قدمی که جلوتره بگو مادر جان فراموش نکنی چی گفتم بهدا. تو جوانی به این رعنایی، تو جوانی به این خوبی، تو جوانی با این جوان مردی، حیفته که بگیری این محمد بیفتی، حیفته به دام این محمد بیفتی و خدایان رو ویل بکنی. مادر جان فراموش نکردی چی گفتم؟ نبی رحمت صلی الله علیه و سلم میخندید. این زن نزدیک خانه خودش میشه، میگه فرزندم به خونه نزدیک شدیم، نصیحت من رو فراموش نکنی. حیف توی جوانی که بگیر محمد بیفتی. میرسه به خونه، نبی ما صلی الله علیه و سلم وسایل ها رو پایین میاره. مادر کجا بذارم؟ بذار اون گوشه خونه، بذار. وسایل ها رو میگذاره گوشه خونه، میخواد بره. یه دقیقه قدم های خودش رو نگه میداره. بهترین موقعیت برای دعوت. دوباره این مادر و این پیرزن میگه جوان فراموش نکردی چی گفتم؟ میگه نه مادر فراموش نکردم. اما اگر ای مادر اون جوانی که داره ادعای پیغمبری میکنه من باشم چی؟ فرمود اگر تو هستی اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. اگر تو هستی، تو لایق پیغمبری هستی. اخلاق نبی ما طوری بود که هر کسی پیغمبر رو میدید شیفته ای اون میشد. گاهی وقتا وقتی که از پیغمبر سوال میکردن، اونایی که پیغمبر رو ندیده بودن از پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم سوال میکردن که فلانی تو که پیغمبر رو دیده بودی بگو از پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم برای ما بگو. شروع میکرد به تعریف پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم، اما به یک جای میرسید دیگه کم بیاورد، بگو من نمیتونم، زبان قاصر از تعریف کردن محمد. اما ماه شب 14 رو دیدی، زیبایی او، نور او، برکت او مثل ماه شب 14 بود. اخلاق پیغمبری که وقتی وحشی قاتل عموی پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم فرار میکنه، سبحان الله، عموی پیغمبر رو شهید کرده، گوشی بینی عموی پیغمبر رو در آورده، جگر عموی پیغمبر رو در آورده، به بدترین حالت و فجیعترین حالت عموی پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم رو شهید کرده. اما نبی ما صلی الله علیه و سلم وقتی که با 11,000 نفر وارد مکه مکرمه میشه با یک لشکر عظیمی، همه اهل مکه میگن امروز دیگه کارمون تمومه، همه میگن دیگه تموم شد کار. امروز محمد انتقام اون 13 سالی که در مکه بوده، انتقام شعب ابی طالب رو، انتقام لحظاتی که در دور خانه کعبه شال انداخته بودیم دور گردنش و اونو میخواستیم خفه بکنیم، انتقام اون لحظاتی که شکمبه شتر رو بر روی سرش گذاشته بودیم، انتقام اون لحظاتی که اصحابش رو جلوی چشمش شکنجه کرده بودیم. امروز دیگه محمد صلی الله علیه و سلم انتقام اون روزا رو میگیره. حضرت صلی الله علیه و سلم با افتخار وارد مکه مکرمه میشه، دور خانه کعبه رو طواف میکنه، بلند میشه شروع میکنه برای مردم به خطبه خوندن. اولین سوال پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم از مردم اینه که ای مردم در مورد من چه فکر میکنید؟ فرمودن اخون کریم، تو برادر بزرگوار ما هستی، از تو چیزی غیر از کریم و سخاوت بودن چیزی نمیتونه سر بزنه.
حضرت صلی الله علیه و سلم فرمود چیزی امروز من به شما میگم که یوسف برای برادران خودش گفت لا تثریب علیکم اليوم، همه شما رو بخشیدم. یکی رو میفرسته دنبال وحشی رو بیارید پیش من بیارن. وحشی جرأت نمیکنه، فرار کرده، مکه مکرمه رو ترک کرده. اما وقتی که نامه نبی پاک صلی الله علیه و سلم رو میبینه و رحمت للعالمین رو میبینه، میاد تسلیم پیغمبر خدا میشه، گذشت میکنه نبی ما. عزیزان من، امروز چیزی که در جامعه ما به فراموشی سپرده شده و چیزی که امروز سبب به وجود آمدن بزرگترین چالش ها در جامعه ما شده اینه که ما امروز اخلاق رو فراموش کردیم. در حالی که هر جا الله سبحانه و تعالی بحث عبادت خودش رو به میان میاره، متصل میبینیم بحث اخلاق رو هم به میان میاره. یکی حق الله، یکی حق الناس. الله سبحانه و تعالی هر موقعی که میخواد از حق خودش بیان بکنه، از حق بنده خودش فراموش نمیکنه. الله میخواد تو سوره مؤمنین اصلی رو معرفی بکنه، میگه قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، اونایی که تو نماز خودشون خشوع دارن، خضوع و خشوع تو نماز خودشون رو دارن رعایت میکنن. اما بعدش الله سبحانه و تعالی چی میگه؟ این به قسمت عبادته، اما بعدش میگه والذین هم عن اللغو معرضون. نه تنها تو عبادت خودشون، نه تنها به نماز خودشون رسیدگی میکنن، اما تو بحث اخلاقیات هم اینها نمونه هستن. تنها نماز نمیخونه، از لغویات هم پرهیز میکنه. اینطور نیست که وقتی که تو مسجد وارد میشه شروع بکنه به سجده کردن و ذکر کردن و عبادت کردن، هنوز از مسجد بیرون نشده ببینید شروع میکنه به فحاشی و دشنام دادن دیگران. نه، اگر به نماز خودش فکر میکنه به زبان خودش هم فکر میکنه، زبان خودش رو از لغویات کنترل میکنه. بعد در ادامه الله سبحانه و تعالی میفرماد والذین هم للزکات فاعلون، مؤمنین واقعی کسایی هستند که زکات مال خودشون رو میدند. بعد در ادامه میگه والذین هم لاماناتهم و عهدهم راعون، اونایی که نسبت به امانات و عهدی که دارن به اون امانت خودشون و به اون عهد خودشون وفا میکنند. تنها زکات مال نشانه مؤمن بودن و معیار ایمان نیست. اگر تونستی مثل نبی پاک صلی الله علیه و سلم امین باشی، این مهمه. الا اگر زکات خودت دادی، یک فرضی از فرایض خداوند رو به جا آوردی، فرض از گردن ساقط شده. اما اینجا امانت رو چه کار میکنی؟ عهدی که به مردم دادی نسبت به اون عهد چه کار کردی؟ دو تا نسخه مسخ شده در اسلام وجود داره که اسلام هر دو اینها رو مردود اعلام کرده. گاهی وقتا شما به طرف میگه آقا بیا نماز بخون، میگه من چرا نماز بخونم؟ فلانی مگر نماز نمیخونه؟ چرا نماز میخونه؟ فلانی نماز میخونه اما مال مردمم میخوره. فلانی نماز میخونه اما نمیدونم تو معاملاتش مشکل داره. فلانی نمازم میخونه اما تو اخلاقش، تو رفتار اجتماعیش مشکل داره. فلانی نماز میخونه اما تو خونه میره به عنوان یک شمر وارد خونه میشه. من نمیخوام نماز بخونم، من نماز نمیخونم اما اخلاق من درسته. علما فرمودن دو تا نسخه مسخ شده در اسلام وجود داره. یکی کسی که عبادت میکنه و بد اخلاقه، و دوم کسی که اخلاق داره اما عبادت نمیکنه. هر دو اینها از نگاه اسلام مسخ شده هستند. اسلام چی میخواد؟ اسلام میخواد یک عابد با اخلاق به جامعه تحویل بده. اسلام میخواد اون کسی که در مسجد به نماز خودش فکر میکنه، وقتی که از مسجد بیرون میشه به معاملات خودش هم فکر بکنه. اسلام میخواد اون کسی که در مسجد در مقابل الله سبحانه و تعالی سر فرو میاره و تواضع اختیار میکنه، وقتی که در مقابل بنده های خدا هم قرار میگیره تکبر نکنه، از خودش تواضع نشون بده.
اسلام اینطور نفری میخواد. مسلمانی که بیاد در مسجد نماز میخونه نسبت به اون عهدی که به برادر مسلمان خودش داده نسبت به اون عهد وفا بکنه. اسلام اینو میخواد. در حدیث نبی پاک صلی الله علیه و سلم فرمود لا ایمان لمن لا عهد له. اگر به یکی عهدی دادی، پیمانی دادی، نسبت به اون عهد و پیمان خودت رعایت نکردی، نبی پاک صلی الله علیه و سلم فرمود ایمانت به درجه تکمیل نرسیده. لا ایمان لمن لا امانت له. کسی که امانت رو رعایت نمیکنه اون مؤمن واقعی نیست. سبحان الله. یعنی فقط تو مسئله عبادت نیست. اگر امانت رو رعایت نکردی تو نمیتونی مؤمن واقعی باشی. گاهی وقتا ما فکر میکنیم فقط امانت اینه که آقا یک نفر یک وسیله به دست من بده و به من بگه آقا این وسیله دست شما امانته. نه خیر، تنها این امانت نیست. نبی پاک صلی الله علیه و سلم فرمود حرفی که تو یک مجلس گفته میشه این خودش امانته. طرف تو مسجد نشسته عبادت هم کرده، ذکر خودش هم تکمیل کرده، تلاوت خودش هم انجام داده، یه نفری اومده این رو به شکل یک انسان عابد دیده شروع کرده به درد دل کردن پیشش، از مشکلات خانوادگیش گفته، آخرا یه جمله گفته فلانی من این حرفا رو بهت گفتم مواظب باش جایی گفته نشه. درود رو بفرستید. من این حرفا رو بهت گفتم مواظب باش این حرفا رو جایی نگی. یعنی چه؟ یعنی این حرفی که من بهت گفتم امانته. این حرفی که من به عنوان یک راز بهت گفتم اینو نباید جایی مطرح بکنی، این امانته. حالا اگر اومدی نماز شبم خوندی اما این حرف رو فردا رفتی به این گفتی به اون گفتی، این حرف رو تو جامعه بخش کردی، تو به این امانت خیانت کردی. چقدر صفات اخلاقی که امروز تو جامعه ما به فراموشی سپرده شده و مسلمان رو به جایی رسونده که فکر میکنه تنها راه رسیدن به خداونده. نه، الله سبحانه و تعالی میفرماید وقتی که دستور به عبادت خودش میده بعد متصل میره رو مسائل اخلاقی. و الله تعبدوا، ای مردم عبادت الله رو بکنید، و بالوالدین احسانا، اما مواظب باش که احترام پدر و مادر خودت رو فراموش نکنی. این مسئله اخلاقیه. شخصی اومد پیش نبی پاک صلی الله علیه و سلم فرمود که ای رسول خدا من میخوام برم جهاد بکنم. حضرت صلی الله علیه و سلم بهش فرمود که آیا پدر و مادر زنده هستن؟ فرمود بله. پیرهن، سن سالشون بالاست، نیاز به خدمت دارن. فرمود برو اگر میخوای جهاد بکنی جهاد کردن تو در خدمت پدر و مادرته. و فضیلت جهاد رو پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم میخواد بهش بفهمونه که امروز اولویتت خدمت کردن به پدر و مادرت، برو خدمت به پدر و مادر خودت بکن. ما امروز اینها رو فراموش کردیم. شاید نماز شب بخونیم اما پدر و مادرمون به جایی رسیده که نیاز به دارو دارن، نیاز به غذا دارن، سنشون به جایی رسیده که نیاز به خدمت دارن اما من فراموششون کردم. نماز شب منم خوبه، تلاوت منم خوبه، عبادت منم خوبه، تشکیل منم خوبه، جهاد منم خوبه، عالمم هستم، حافظ قرآنم هستم، همه چیز درسته. اما وقتی نگاه میکنم میبینم پدر و مادر تو وضعیتی قرار گرفتن که شبها و روزها میگذره من ازشون خبر ندارم. پدر و مادر به جایی رسیده که امروز نیاز داره تو بهش سایه بشی بالا سرش اما تو نیستی امروز. بعدش فریاد زدن رو قبر پدر و مادر کاری نداره، همه دارن فریاد میزنن. چیزی که امروز غرب بر سر بشر آورده همینه. خدمت کردن به پدر و مادر رو فقط تو یک روز میبینیم، روز پدر و روز مادره. یک هدیه بگیر ببر به پدر و مادر خودت بده، حق پدر و مادر خودت رو ادا کردی. نه خیر، پدر و مادر هر روز نیاز به هدیه دارن. هر روز که میخوای بری سر کارت برو در خونه پدر و مادر رو باز بکن. پدر مادر امروز چیزی نیاز داری یا نداری؟ من میخوام برم سر کار، دعای خیر خودت رو پشت سر من داشته باش. این مسلمان واقعیه. مسلمانی که بیا جلوی در خانه همسایه خودش داره پاک
ایجاد کرده، بعد داره میره نمازم میخونه. اسلام میگه این نسخه مسخ شده هست. اما در کنارش میبینیم یه عده‌ای نه، تمام این اخلاقها رو دارن اما در قسمت حق الله مشکل دارن. خدمت به پدر و مادر میکنه، اخلاقیاتش درسته، دروغ نمیگه، به مردم تهمت نمیزنه، آبروی مسلمان رو نمیبره، اما وقتی که تو عبادت میشه میبینی نمازی هم بلد نیست. اسلام میگه این نسخه رو هم ما قبول نداریم. اونی که تمام صفات اخلاقی رو داره اما عبادتش مشکل داره، اسلام میگه اینم مسخ شده هست، مورد قبول نیست، اینو بندازید بیرون. این اخلاق به تنهایی نمیتونه او رو نجات بده، بلکه زمانی تو میتونی نجات پیدا بکنی که هم اخلاق درست باشه هم عبادت درست باشه. و جالبه که الله سبحانه و تعالی فلسفه تمام عبادت ها رو در وقتی بیان میکنه نهایتش میبینیم، انتهاش میبینیم به اخلاق میرسه. ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر. نماز میخونی، این نماز باید سبب بشه تا اینکه تو رو از فحشا و منکر دور بکنه. زکات میدی، خذ من اموالهم صدقة تطهرهم و تزکیهم. زکات رو ازشون بگیر تا اینها پاک بشن، اون بخالت و اون خصاصت درون اینها از اونها گرفته بشه، اخلاقشون درست بشه، سخی بشن، سخاوتمند بشن. الحج اشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. اگر حج رفتی تو حج خودت با کسی دعوا نکردی، این حج اعتبار داره. حج میری تا اینکه اخلاقت درست بشه، حج میری تا اینکه اون رذایل اخلاقی از تو دور بشه، این حج اعتبار داره. حجی که اونجا حاجی داره میره از این طرف داره سنگ به شیطان میزنه، از این طرف هم داره مردم رو دشنام میده. حجی که حاجی بره دور خانه کعبه طواف بکنه اما به خاطر رسیدن به سنگ 100 نفر رو داره زیر پای خودش پایمال میکنه و یه کار مستحبه، اما آزار دادن مسلمان حرامه. تو به خاطر یک مستحب مسلمان رو داری آزار میدی. اسلام میگه این نسخه هم مسخ شده هست، اینو قبول نداریم ما. انتهای هر عبادت الله سبحانه و تعالی آخرش به درست کردن اخلاق میرسونه. اخلاق خودت رو درست بکن. اگر زکات مال خودت رو دادی اما پول کارگر رو ندادی، تو یک مسلمان کامل نیستی. نبی ما صلی الله علیه و سلم فرمود که قبل از این که عرق کارگر خوش بشه شما پولشو بهش بدید. ما امروز عرق کارگر که هیچی خودش هم خوش بشه پولشو بهش نمیدیم. ما 10 تا باک بنزین رو باید خشک بکنه تا بتونه خدمت شما عرض بکنم پول خودش رو وصول بکنه. بعد شاید سال هر ساله هم من به حج برم. اسلام میگه این اخلاق درست نیست. حجت مبارکت باشه اما اینجا رو درست بکن. این پول کارگری بیچاره‌ای که تو تابستون رفته بهت خربزه کنده، این هندوانه بار کرده، رفته زمین رو تو تمیز کرده، پول این کارگر رو قبل از خوش شدن عرقش بهش پرداخت. از این طرف کارگر میره سر زمین کارگری باید 8 ساعت کار بکنه، 5 ساعت میبینی تو کالو کارچی میگرده دنبال وضو گرفتن. از این طرف میبینی برای وضو گرفتن خودش نیم ساعت وقت میده. نماز خودش هم میخواد شروع بکنه به خوندن نماز ظهر، میبینی نیم ساعت 45 دقیقه طوری نماز میخونه که جنید بغدادی هم بعد بیاد جلوش بگه آقا خیلی تو بالا هستی، این دیگه چه نمازی تو داری میخونی. سجده‌هایی میکنه که حسن بصری خجالت میکشه در مقابل سجده‌های او. اما تو مسجد به محض اینکه نماز تموم میشه هنوز امام سمت راست رو سلام داده، سمت چپ میبینی جناب حرکت کرده و رفته. اما سر کارگری زمین مردم میبینی چه کار میکنه، 45 دقیقه 2 رکعت نماز او طول میکشه، سوره بقره رو هم میخونه، آل عمران هم پشت سرش. اسلام میگه نه، اینجا حق برادر مسلمان خودت هم ادا بکن، وقت نماز رسید به نمازت هم برس. این قابل قبوله. حتی نبی ما صلی الله علیه و سلم بعضی از صدقات رو معرفی کردن صدقات اخلاقی. سبحان الله. گاهی وقتا پول نداری، دست یک فک
فقیر رو بگیری، دست یک مستمند رو بگیریم. حضرت صلی الله علیه و سلم فرمودن یک سری صدقات هست، وقتی که نبی با اون صدقات رو بیان کردن، علما فرمودن این صدقات اخلاقیه. اون چیه؟ تبسمک فی وجه اخیک صدقه. تو وقتی که از خونه بیرون میشه جلو در همسایه رو دیدی، وقتی که داری باهاش سلام میکنی خنده هم به طرفش بکن. حضرت فرمودن این صدقه هست. با گشاده رویی با برادر مسلمان خودت ملاقات بکن، این صدقه هست. اما طوری نباشه که از این گشاده رویی و از این خنده خودت بیا یک استفاده سو بکنی. گاهی وقتا طرف میبینی کاسبه، بعد میری تو مغازش یه جوری با اخلاق باید رفتار میکنه، یه خنده، یک جوری قربون صدقه تو میره، بعد از این که بالاخره شرمنده این اخلاقش میشی، میخوای از مغازه بزنی بیرون، بعد بیرون میشی میبینی نصف تنت نیست. طوری با این خنده تو گوش تو رو زده، با خنده خودت، که بعد 10 ماه دنبال گوشت خودت بگردی که چه بلایی سرت در آورده. فرمودن نخیر آقا این هم محسوده هست. با خنده خودت به دیگران ظلم نکنی، بلکه این خنده به خاطر این باشه که نبی من به من دستور داده که وقتی به برادر مسلمان خودت روبرو میشی چه کار بکن؟ با یک گشاده رویی برخورد بکن، این برای تو صدقه هست. تو مسیر داری میری، بعد ببینی آقا یک خدمت شما عرض بکنم شی موزی و یک چیزی وسط جاده افتاده، ماشین خودت رو نگه میداری کنار جاده، اینو از وسط جاده بر میداری، این صدقه اخلاقیه. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند. ما اینا رو فراموش کردیم و به همین خاطره که امروز جامعه ما به یک چالشی روبرو شده و به یک مشکلی روبرو شده که هر چقدر روانشناس و کارشناس میاریم تو جامعه میبینیم روز به روز داره بدتر میشه. چرا؟ چون اصل و بنیاد از جامعه ما برداشته شده. یک قسمت دین رو گرفتیم، نؤمن ببعض و نکفر ببعض، یک قسمت دین رو داریم عمل میکنیم، اما قسمت دیگه دین به فراموشی سپرده شده. دین تنها نماز خوندن و روزه گرفتن و حج گرفتن و زکات دادن مال نیست. دین تنها در تسبیح و در تلاوت قرآن و در ذکر نیست. دین برای اینه که بیاد انسانیت رو در جامعه به معنای واقعی ترجمه بکنه. حضرت نبی پاک صلی الله علیه و سلم فرمودند که من مبعوث شدم تا پایه های اخلاقی رو درست بکنم و اونها رو به مرحله تکمیل برسونم. چون زمان پیغمبر ما به پیامبری مبعوث شد که اخلاق تو جامعه معنایی نداشت. زمان پیغمبر ما صلی الله علیه و سلم به پیامبری مبعوث شد که بشریت مثل گرگ به جان همدیگه افتاده بودند و همدیگر رو داشتن تکه و پاره می‌کردند. لذا دوستان عزیز، ماه مبارک رمضان ماه درست کردن اخلاقه. حضرت صلی الله علیه و سلم فرمودند در روزه رمضان اگر کسی باهات بد برخورد کرد، بهت حرف بدی زد، یک جمله بهش بگو انی صائم، من روزدار هستم، حق مقابله کردن با تو رو ندارم. یعنی چه؟ یعنی تو این ماه مبارک رمضان ماه تمرین کردنه. خودت رو درست بکن برای بعد از رمضان. در رمضان انی صائم، اما در بعد از رمضان انی مؤمن، من مسلمانم، من مؤمنم. نبی من فحاش نبود، دشنام دهنده نبود، مال مردم رو نمیخورد، به زن و بچه خودش ظلم نمیکرد. من مسلمانم و برای پیروی از نبی خودم صلی الله علیه و سلم این کارها رو انجام میدم. لذا دوستان من اینه که انشالله همه ما سعی بکنیم و تلاش بکنیم که انشالله اون اخلاقی که نبی ما صلی الله علیه و سلم داشتن که غلامی ایشون میفرمایند من 10 سال خدمت نبی پاک صلی الله علیه و سلم بودم، اما یک مرتبه ندیدم پیغمبر دست خودش روی من بالا بکنه. وقتی که از عایشه مادرجان میپرسن که عایشه پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم اخلاقش چطور بود، میگه برو قرآن رو تلاوت بکن. تمام اون صفات خوبی که در قرآن وجود داره تو نبی ما صلی الله علیه و سلم وجود داشت. وقتی که نبی ما صلی الله علیه و سلم نیست، حضرت عایشه شروع میکنه به شعر خواندن در وصف نبی پاک صلی الله علیه و سلم. لنا شمس وللآفاق شمس و شمسی خیر من شمس السماء. نبی پاک صلی الله علیه و سلم رو به خورشید داره.
معنا میکنه نبی پاک صلی الله علیه و آله رو. اما امروز من چی؟ اگه خواسته باشم برم پشت سرم کسی از خانم من بپرسه که آقا فلانی خدمت شما عرض بکنم چطوره، بعد ببین اون موقع چی میشه، چه تعریفی داره میکنه. آیا تونستم تو خونه به جایی برسم که اخلاق نیک من و فرزندان من یاد بگیره؟ امیدواریم که الله پاک سبحانه و تعالی به همین شما توفیق بندگی و بردگی خودش رو نصیب بکنه و در این ماه مبارک رمضان توفیق نصیب بکنه که ان شاء الله بتونیم اون اخلاق زیبایی که نبی ما صلی الله علیه و آله برای من و شما به یادگار گذاشته ان شاء الله بتونیم اون اخلاق رو در وجود خودمون پیاده بکنیم. و آخر دعوانا